در مخزن یگانه خدمات شناسنامه‌دهی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره دادن شناسنامه خارجی به نام رسلان تبروف یگان معلوماتی نیست. این معنای آن را دارد که چنین حجت هیچگاه به کسی داده نشده است. رسلان تبروف مشهور به نام رسلان بشیروف همان اناتولی چپیگ افسر احتمالی خدمات جاسوسی روسیه است که در ترکش 7 سال پیش در انبار اسلحه جمهوری چخ عیبدار می شود. بنابر عکس صفحه اول شناسنامه که چخیا نشر کرد، آن به معیارهای شناسنامه خارجی شکل کهنه در تاجیکستان موافقت می کند. در وزارت کارهای داخلی شرح ندادند که شخصی در حال جستجو چگونه توانسته است این سند را به دست بیاورد. خبر می دهیم که شناسنامه تحت رقم M005947 از 25 فوریه سال 2011 به نام شهروند تبروف رسلان حلیموویچ سنه تولدش 23 اکتبر سال 1975 از جانب وزارت کارهای داخلی و واحدهای آن در شهر و ناحیه ها داده نشده است. حامی حقوق مهاجران ایزد امان که حالا در بازداشت است در یک مراجعه ویدیویی به رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین گفته بود که خرید شناسنامه تاجیکی مشکل نیست و برای این کافی است با پول به کنسولگری تاجیکستان بروید. خود او قبل از دستگیر شدن اصرار داشته بود در یک عملیات FSB یا خدمات فدرالی امنیتی روسیه برای به دست آوردن چنین سند اشتراک کرده است. نمایندگان خدمات فدرالی امنیتی روسیه سال 2015 هم برای گرفتن شناسنامه غیر قانونی در کنسولگری به من مراجعت کردند. از بس که سال 2014 هم یک تروریست در قلمرو مولداوا با شناسنامه تاجیکی دستگیر شده بود. ما یک مرد را فرستادیم، او رفت و به نام یک شهروند جمهوری تاجیکستان شناسنامه خارجی گرفت. با گفته روزنامه‌نگار و شارح سیاسی خیرالله میرسیدوف، مقامات تجارت شناسنامه‌های تاجیکی را به راه ماندند و میگوید تقریبا همه میتوانند شناسنامه تاجیکی بخرند، مخصوصا طلبات به شناسنامه در بین مهاجران کاری که ورودشان به روسیه منع است بیشتر است. روسیه و تاجیکستان شریکان استراتژیکی هستند. اینکه خدمات مخصوص روسیه شناسنامه تاجیکستان را برای یک جاسوس خود استفاده کرده است، بیانگر مناسبت واقعی روسیه به تاجیکستان است. اینچنین سالهای دراز مهاجران اخراج شده از روسیه به وطن برگشته و نام و نسب خود را عوض کردند، شناسنامه‌های نو گرفته و دوباره برای کار به روسیه برگشتند. این در حال است که مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند تا به حال درخواست رسمی حکومت چخیا را در رابطه با رسلان تبروف و شناسنامه او نگرفتند.